همراهان پیک شادی، بینندگان عزیز، سلام و وقت شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که بیننده این بخش کامنت هستید. بله بابا، از کجا شروع کنیم؟ این حرفت یعنی این که نبض خبرهای کامنت خور دستت نیست. هفته گذشته آخوند رئیسی یک مصاحبه تلویزیونی داشت با 2 مجسمه، خبرنگار نبود، 2 مجسمه گذاشته بودن جلوش که صدر خبرهای کامنت خور بود. یعنی اصلا خودش تو اون مصاحبه به زبان بی زبانی میگفتش که مدیونید اگه کامنت این هفته‌تون رو بدون این مصاحبه شروع نکنید. همون مصاحبه رو میگی که سنگ پای قزوین رو توش آچمز کرد؟ تعریف این مصاحبه اینه: 70 ماراتون 70 دقیقه‌ای دروغ و کذب. یک نفس دروغ گفت، خم به ابرو نیاورد. رکورد خودش شکست. بعداً هم ممکنه این رکورد 70 شه، ولی فعلا رکوردش هم ببینیم. بله ببینیم. 4 میلیون مسکن نیاز کشوره. اگر در سالهای گذشته ما شاهد تولید مسکن بودیم به میزان نیاز مردم، ما امروز مواجه با این مشکلاتی که الان مردم مواجه نبودیم. آقا این اگر رو به کی داره میگه؟ این الان خودش 3 ساله که خیر سرش رئیس جمهور این نظامه. کی اگر مسکن ساخته بود الان علمی شد بلمی شد؟ ببین مهران، ادبیات آخوند رئیسی یه ادبیات خاصیه. البته خیلی ساده است، 2-3 کلمه کم حرف، 3 حرفی 4 حرفی. داره زیر 6 کلاس. زیر 6 کلاس که داستانش هم اینطوریه. اگه قبل از اینکه بره کاری رو شروع کنه میگه باید. بعد که اون کار انجام نمیشه میگه اگر و نباید. دستگاه رو اگر و مگر و باید و نباید سوار شده. الان بالاخره این مسکن چی شد داستانش؟ مسکن خب نشد دیگه. اگه میشد یه دریا دوغ بود. یعنی هیچی به هیچی. دقیقاً هیچی به هیچی. خود همبالگیاش هم همینه میگن، دقیقاً هیچی به هیچی. نگاه کن. نشون میده که وضعیت ساخت واحدها خیلی مساعد و مناسب نیست و حالا چقدرش تحقق پیدا کرده تو این مدت؟ فکر میکنم عددی که ما استخراج کردیم از اطلاعات وزارتخونه یه چیزی هولوش 300,000 واحد در حال انجام هست که 2 سال از دولت هم گذشته. بله و اکثریت این واحدها در مراحل ابتدایی قرار دارن. چی پس؟ خیلی این مسئله رو امکان پذیر نمی‌دونم. ببین تا جایی که به رئیسی برمیگرده 50% وعده‌هایی که میده درسته. ببین 50%ش مال خودشه. میگه قیمت‌ها باید بیان پایین. مسکن باید بیای پایین. تورم باید بیای پایین. مساله باید بیای پایین و ارزون بشه در دسترس همه. اما اون 50% بقیه مسکن و تورم و چیزای دیگه گوش نمی‌کنن. چه ربطی به رئیسی داره؟ رئیسی کار خودشو کرده. فرمان میده، اونا اجرا نمی‌کنن. اینا هست ولی تو نفوذ دشمن رو نباید. اون که اصلا اصل کار. ببین تو ایران 85 میلیون جمعیتن، 84 میلیون تحت نفوذ دشمنن. هی میگن گرونی، بیکاری، تورم، هی سیاه‌نمایی میکنن. تو تا حالا دیدی یکی از دوستای نظام مثل این آقازاده ها، مثل دختر رئیسی، پسر نمیدونم اون که نفر مجلس، نفر بیت، خود خانواده خامنه‌ای از گرونی و مسکن و تورم چیزی بگن؟ تا حالا دیدی اصلا اینا سیاه‌نمایی کنن؟ تازه این مسکنشه، برو سر تورم نگاه کنیم. حالا ببینید اون چه که تورم ایجاد میکنه، اون علتها رو باید از بین برد تا تورم کاهش پیدا بکنه. در سال اول که سال 1400 باشه، 6 ماه 1400 که اومدیم تلاش کردیم که کسری بودجه نداشته باشیم. حتی اون کسری بودجه هم که بود، یعنی 480,000 میلیارد رو ما سعی کردیم نه با استقراض، نه با چاپ پول، بلکه با تولید و با ایجاد درآمد ما پشت سر بگذاریم و این کار اتفاق افتاد. یعنی این اتفاقی که میگه افتاد چجوری افتاد؟ میگه اتفاق افتاد، چجوری کسری بودجه رو حل کردن؟ ببین یه کوچولو از پول و اقتصاد بیام بیرون، چون اینجا مقولش فراتر از اقتصاد کاری که رئیسی کرده و باید بهش گفت واقعا یه شاهکار یا آخوندکار کرده. اگر بیایم از مؤسس ماتا که وقشتره بوده، از اون دوران تا دوران رئیسی سکه میزدن و اسکناس چاپ میکردن، به اندازه این 3 سالی که رئیسی و دولتش اسکناس چاپ کردن نمیشده. این کار کمیه. تازه اینو من نمیگم که، ببین همپالیگاهی خودش میگن. نگاه کن شما در سال گذشته و در 2.5 سال گذشته یه چیزی نزدیک 600,000 میلیارد تومان پول چاپ کردید. یعنی از شهریور 1400 به این طرف چاپ پول 115% رشد داشته است. توجه بفرمایید، از زمان هوخشتره تا شهریور 1400 کل انتشار پول 519,000 میلیارد تومان بوده، ولی در همین 2.5 سال شما 600,000 میلیارد تومان پول چاپ کردید.
پس بنابراین یکی از دلایل مهم تورم و رشد ارز همینه، دنبال دلایل دیگه نرید. عجب. پس حالا معلوم شد چرا رئیسی وقت نکرده به وعده‌هاش عمل کنه. بابا وعده چیه؟ این 24 ساعت در اسکناس چاپ می‌کنه، وقت نهار و شام نداره. دیدی یکی از مشکلات ذهنیش اینه که همینجا میرسه میگه شما نهار خوردید، چون از بس که داره چاپ میکنه اصلا نهار هم وقت نمیکنه بخوره. البته الان فقط مشکل این نیست، انقدر این آخوند رئیسی دست گل به آب داده که حتی آدمای خود نظام دارن به خامنه‌ای و این رئیس جمهور نورچشمیش کامنت میدن. یکی از این نفرات نظام پیله کرده که کارنامه رئیسی رو من باید ببینم. خب رأی مردم آورده، قانونا رئیس جمهوره. بیاین کارنامه امتحانی خبرگان اینو منتشر کنید. مگه نمیگید مجتهده؟ بعد منتشر کنید، میگید ایشون از 100 مثلا چند آورده. کسی که نوع تکلمش توی بعضی نوت‌هایی که براش نوشتن مشکل داره، بعضی کلمات مشکل داره، این میتونه پاس کنه درس اجتهاد رو. تنها حرفی که باقی میمونه کامنت هموطنای معترض و غارت شده است که هر روز تو خیابونها و در شهرهای مختلف شنیده میشه. دولت انتصابی دروغ میگه حسابی، دولت انتصابی دروغ میگه حسابی، دولت انتصابی دروغ میگه حسابی، دولت انتصابی دروغ میگه حسابی. حالا بابک، درسته که این آخوند رئیسی به هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرد، اما یه عملی کرده که هیچ کس تو دنیا نکرده. دیگران قیافه دموکراسی میگیرند و حرف از رأی مردم میزنند، اما نظام جمهوری اسلامی ایران عمل میکنه. نظرت چیه؟ راست میگه، کامل هم راست میگه هم کم لطفی میکنه. اینا یک دموکراسی عمامه پیچی راه انداختن که دیگران قیافش هم نمیتونن بگیرن. ببین رفتن انتخابات برگزار کنن، حماسه خلق کردن، مگه نشنیدی؟ حماسه؟ آره دیگه. کی گفته؟ شاهدش کیه؟ معلومه دیگه، دنبش پاسدار وحیدی بوش بود. ما انتخاباتی رو برگزار کردیم و بر لطف عنایت الهی و همکاری همه مردم و حماسه آفرینی مردم عزیزمون در اوج امنیت، در اوج سلامت و دقت، با مشارکت بسیار خوب و با رقابت کاملا جدی در میدان این اتفاق افتاد. حالا که از حماسه صحبت کردیم، حق کلام اینه که از حماسه ساز هم صحبت کنیم. هر حماسه رو کی میسازه؟ حماسه ساز. یکی از این حماسه سازها یک پرستوی وارداتیه که برای انداختن یک برگه رای مبلغ ناقابل 1,450,000,000 تومان پول گرفته. مبلغش هم در دعوای باندی افشا شده. فقط سوالی که باقی میمونه اینه که این چجوری از گشت ارشاد رد شده؟ احتمالاً هر جا با گشت ارشاد مواجه شده گفته میخوام برم رأی بدم. نه مسیر چیزای گشت ارشاد مشخصه. از مترو نیومده چون حجاب بان داره، از میدونای اصلی هم نیومده چون وحوش است. این مستقیما اومده تو حوزه رأی گیری با چتر نژاد که دیگه بگیره گشت ارشاد نخوره. حالا یک حماسه ساز دیگری دارن که پول رو گرفته اما دیالوگش رو نمیتونه حفظ کنه. خوب حفظ نکرده، خروجیش منفی بوده. نگاه کنیم. رهبر به گفته رهبر که گفته سر صحنه حاضر بشیم برای که دشمن از این حرکت ما غمگین میشه. همینجوری که موشک ها رو فرستادیم اسرائیل، همینجوری هم دشمن ناراحت میشه. انگار ما با ردادنمون موشک میفرستیم. این یعنی در واقع میگه هر رأیی که ما دادیم یه چیزی تو مایه‌های اون موشک‌ها بود. پرت و پلا و هر راست میگی، هر رأیی که اون موشک‌ها هم پرت و پلا بود. حالا جالبه که بابک تلویزیون خامنه‌ای هم دستش در رفته یک صحنه ای از این حماسه 3% رو به صورت لایو پخش کرده که ببین چه فضاحتی شده. ایران پهلوان، ایران مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایران پهلوان، از هست تا خلیج وطن من. خون سیاوش کمان آرش، تخت شهیدان غرور آتش، خانه این با لطف یزدان. ایران خاک در ایران.
دیدی مهران این فیلم ها میرن اسکار میگن یه اسکار فقط برای موزیک متن. چه موزیک متن جالبی گذاشته، خیلی همخونی داشت با همخونی داشت. قرار بود که در این حماسه وحدت و اقتدار به نمایش بذارن ولی بیشتر افتادن به جون همدیگه به نمایش گذاشتن. ببین تو گفتی حماسه 3%، تو خودشون هم سر این عدد رقم‌ها دعواست. یکی تو خود رژیم ها یکی اومده توییت کرده 92% که شرکت نکردن کنار، 5% از شرکت کننده هم که باطله بوده، یعنی پس میشه 97%. 97%. اون یارو که رفته نماینده مجلس نفر اول شده 3% آرا رو آورده، یعنی حماسه 3%. حماسه 3%. حالا یکی دیگه از این هوادارهای دو آتشه نظام به غیرتش برخورد اومده توییت کرده گفته چرا دروغ میگی؟ چرا سیاه‌نمایی میکنی؟ چرا سیاه‌نمایی میکنی؟ 3% نبوده، اینم با عدد رقم گفته 7% بوده. نه قشنگ گفته واجدین انقدر بودن. واجدین اونم با استدلال که گفته نه داری دروغ میگی، 3% نبوده 7% بوده. حالا من یاد داستان اون بسیجی خرف میافتم که بهش گفته بودم برو این شعارهای ضد خامنه‌ای رو پاک کن. این اومده بود یه جای شعار نوشته مرگ بر خامنه‌ای جنایتکار، مرگشو پاک نوشت درود بر خامنه‌ای جنایتکار. نه الان بعد به این گفتش که آقا به خاطر 4% معامله رو به هم نزد، باشه همون که تو میگی حماسه 7%. آقای بوفالوی ولایت پدرزن رئیسی جلاد توی جمعه بازار قبلی حرفایی زد که نمیشه بدون کامنت از کنارش رد شد. ببینید. اون روزی که بنا بود وعده صادق اجرا بشود و اسرائیل رو موشک باران کنن، مقام معظم رهبری مشرف شدن مشهد، در مشهد تشریف داشتن. حتی یکی از نزدیکان میگفت که در شورای نظامی در تعداد موشک‌های بالستیک در اونجا نظرشون این شده اضافه کنن، میخواستن از آقا اجازه بگیرن برای اضافه کردن موشک‌های بالستیک، زنگ زدن مشهد از آقا سوال کردن. وعده صادق تمام در تحت فرماندهی مقام معظم رهبری صورت گرفت. این یارو بوفالوی نظام بند و آب داده، یعنی هیچکی نمیدونست که این یارو خامنه‌ای از ترس موشک فلنگو بسته رفته پیش پدرزن رئیس جمهورش. قرار نبود هیچکی بدونه، این یارو گفت. بعد اومد سرمه بکشه چششو کور کرد، اومد گفت از همونجا داشت شورای نظامی رو فرماندهی میکرد. یعنی از تهران نمیشد، بعد میرفت مشهد. آره عظمای فلک زده تو که این واسه فرماندهی کنی بلند شدی رفتی مشهد، خب تهران موندی فرماندهی میکردی. بعد در ثانی آخه این عملیات شورای نظامی نمیخواست، قبل خود فرماندهی نمیخواست، خود عملیات 2-3 ساعت بود، اونم موشک‌ها تو راه بودن دیگه، چون وسطش هم میدونی استراحت کردن، یه آنتراکتی گرفتن بعد رفتن چای خوردن، یه ضرب نرفتن. بابا این عملیات 2-3 ساعته 2-3 هفته داشته هماهنگی میشده به همه کشورها. تو آفریقایی‌ها گفته بودن یه موقع صدای موشک شنیدید انعکاسشون ندید، یعنی خود عبداللهیان داشت کار این شورای نظامی رو قبلش میکرد. آره گفته بود اصلا که داستان چی بوده رو قبلا خودش گفته بود، اصلا با افتخار گفت ما 72 ساعت قبل به همه گفتیم داریم موشک میزنیم. ما نیازی نبود انقدر این براش توضیح بده. ببینیم این تیکه رو. یکی 2 روز مانده به شروع عملیات ما، درخواست غربی ها این بود که اگر میخواید بزنید محکم نزنید و سعی بکنید شدت عملیاتتون کاهش پیدا بکنه. ما ضمن این که جمهوری اسلامی ایران خود تصمیم گرفت که چگونه بزند و از چه نقطه‌ای در واقع عملیات رو انجام بده و در چه زمانی، اجازه ندادیم تحت تأثیر فشارهای دیگران تصمیمی گرفته بشه. اما به طرف آمریکایی به طرف غربی گفتیم ریشه در حل بحران غزه. بسیار خب بریم کامنت یک جمله‌ای و جمله این بسیجی کتک خورده که گفته تذکر حجاب دادم 20 دقیقه کتک خوردم. یه جمله بگو بهش. میدونی من چرا تعجب کردم؟ چجوری یه جمله بگم؟ من جملات میگم. ببین به این بسیجی باید بگن که خیلی باید ارزون حساب کردن. الان فضا طوریه که بسیجی بدون تذکرم رد میشه لط و پارش میکنن تو خیابون. میری بیمارستان. میری بیمارستان. برو خدا رو شکر کن که همینقدر زدنه و دیگه زبون درازی نکنی، چون دفعه بعد همینا رو نمیتونی بگی. مقدار این 20 دقیقه بعد کلاشو بندازه بالا. بله خیلی بهش لطف کردن، یعنی بهش تذکر لسانی دادن در حقیقت.
متشکریم از اینکه همراه ما بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدار. من تنها جایی که میتونم یه جمله بگم اینجاست. خدا حافظ همگی. بله 2 کلمه شد. بله.